ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби сеюм, гуфтори 92. муслим низ муборизаи зидди суғдиёнро идома дода, аз ҷумла ба муқобили ихшиди Фарғона аловтар که چندین بار غنیمت عربها را همراهی ترکان به غارت برده بود لشکر می کشد. ولی در نتیجه محاربه شدید در فرغانه شکست خورده سرلشکران جنگ آزموده عرب مسیب ابن بیشر، محلق البره و برادر غورک نابود شدند. به مسلم ابن سعید میسر گشت که با سپاهی نچندان زیاد از تعقیب و تهدید مرگ رهیده به مرو باز گردد و عزم لشکرکشی را سوی ماوراء النهر به تأخیر گذارد. نوبت رسالت لشکرکشی به سوی سوغد و سمرقند به اسد ابن عبدالله رسید که سالهای 724-727 والی خراسان تعیین شده بود. اسد ابن عبدالله چون واریانی سابقه به سمرقند چندین مراتب تاخت و تاز نموده باشد هم نام او در تاریخ بیشتر با هنگامه لشکرکشی هایش به ختلان یاد می شود. اسد ابن عبدالله بعد رسیدن به مسند والیگی خراسان به نیشاپور و مرو آمده برای هجوم غارتگرانه به سوی سوخت آمادگی می بیند. او پس از هجومی بیبراری سوخت عاملان خراج مضافات و ناحیه ها و حاکمان را با آدمانی باوریناک خود عوض می کند. با افشین استرافشان شرطنامه بسته از او مبلغ زیادی می ستاند و به ناحیه بروکنی بلخ می آید که در آنجا محله عربانی یمنی هم دیارش واقع بوده است. او مرکزی امارت را از نیشاپور تدریجاً به بلخ کوچانیده به تعمیر دیواری شهر، آبادانی شهرستان و ساختن قرارگاهی محتشم خود مشغول می شود. اسد ابن عبدالله سروری ساختمانی بلخ، یکی از موبدان با نفوذ بلخی برمک را تعیین نموده با بزرگان محلی مناسبتی خوب برقرار می سازد و سیاستی زورآورانه والیان سابق را کمی تغییر می دهد. اشرافان محلی عنوان و منصبها گرفته تدریجاً به مسلمان شدن روی می آورند و خود مبارزی راهی گسترشی اسلام می گردند. اسد ابن عبدالله سر اول به غور، نمرود و طارقان لشکر می کشد، اما شاهان این ولایت ها به آسانی تسلیم شده با اسد ابن عبدالله سازش می بندند و با پرداختی مبلغی معین مستقلیت خود را نگاه می دارند. اسد ابن عبدالله از این پیروزی ها روح بلند شده سال 725 برای هجوم آوردن به ختلان آمادگی می بیند. ختلان در عهد شاهی شهبال 699-737 یکی از ملک‌های بای و پرفیض و توانای تخارستان به شمار رفته حدودهای بخشی بدخشان افغانستان، منطقه کولاب و وادی وخش را تا دامن تیرمیز و حیرتان فرا می گرفت. ملک ختلان چنان که در بالا گفتیم در عهد والیگی سید ابن عثمان هنگام لشکرکشی یزید ابن محلب برخنه ساختنی حدودهایش از سمت تیرمیز دچار شده باشد هم شهباری زیرک و با تدبیر برادری خیانت پیشه اش را
از قرارگاه عربها دزدیده با آنها صلح می‌بندد و پیش راهی تاخت و تازشان را می‌گیرد. سرزمین ختلان که از تاخت و تازی واریانی عرب تا اندازه ایمین مانده بود، صبر و قراری اسد ابن عبدالله و دیگر سرلشکران غارت مشتاقی او را میره بود. اسد ابن عبدالله سرلشکران جنگ دیده و کار آزموده اش را به محاربه ختلان آماده کرده، از فوج پیاده های مجهز و سوارانی جوشن پوش چندین دسته های 10,000 را ترتیب می دهد. او با سپاهی پیاده و سواره از رود آمو 5 گذشته به حدود ختلان هجوم می آورد. شاه ختلان شهبال که مردی زیرک و دانا و سرلشکری دوراندیش و جسور بوده، در اختیارش موافق اخباری سرچشمه های چینی 50,000 سپاهی سواره و پیاده داشت، به محاربه ضد اسد ابن عبدالله آماده گشته اردوی ترک ها به قبر هیتاریان را با سروری سلو به مدد می خواند. سپاه متحده ختلانیان در محاربه نخستین به لشکری چغان خدات که از جانب عربها می جنگید شکستی سخت می رسانند و خودی چغان خدات در این محاربه کشته می گردد. سپاهی روح بلند گشته با همان تندی به لشکری افسون عربها حمله آورده با آنها تلفاتی گران می رسانند. لشکری عربها از اثری هجوم‌های پی در پی شهبال پراکنده شده ناچار رو به فرار می آورند. اسد ابن عبدالله با سپاهی نچندان زیاد خود را برود آمو زده با عذاب جان به سلامت می برد. سپاه ختلان آنها را تعقیب نموده از دریا می گذرند و دسته های سپاهی غنیمت ربوده عقیبگاه را دریافته تارمار می سازند. سپاه افزون و کارآزموده عربها و اتفاقچیانش در محاربه شدیدی حدودهای ختلان که یک چند روز ادامه می یابد تلفات زیادی داده باقی ماندهش هنگام فرار در دریا نابود می شوند. قسم خیلی کمش از مرگ می رهند. شکستی گران، تلفات افزون و بازگشتی شرمندواری لشکری پراکندهی اسد ابن عبدالله که در میان آنها مجروحان و افتاده حالان و سربازانی از سلاح و اسب محروم گشته خیلی زیاد بودند، باعث پدید آمدن سرودی تمسخر آمیز اهل بلخ و یکی از نخستین سروده های تا به امروز رسیده شفاهی دری تاجیکی می گردد. از خوتلان آمدیه برو تباه آمدیه، آواره باز آمدیه خشک و نزار آمدیه. اسد ابن عبدالله شاید از اثری این سرودی تمسخر آمیز و شکستی شرمنده‌وار سرلشکران و اشرافان بانفوذ زیر دستش را برای تلفات گران و بی‌براری هایشان در لشکرکشی های سغد و ختلان، اینچنین اوج گرفتن رقابت بین قبیلوی عرب های یمنی و مدریتی گناهگار کرده آنها را حتی به قول طبری گرفتاری جزاهای سختی جسمانی می نماید. پس گروهی را از نزدیکان خیش بخواند چون نصر سیار اللیسی و عبدالرحمن ابن نوریم الغامدی و سوره ابن الحرد دارمی و حسین ابن درهم الابسی و ایشان را گفت: یا عبدالله،
این شکست که می آید مگر از شماست که نصیحتی من همین نکنید؟ پس ایشان را برهنه کرد و به تازیانه بزد و ریششان بسترد و بندهای گرانی برنهاد و به عراق فرستادشان نزدیک برادرش خالد. و این خبر به هشام ابن عبدالملک آمد. سخت تافته شد و اسد را عزل کرد از خراسان و به جای او مردی را بفرستاد نام او اشرس ابن عبدالله از سولمی. چنان که دیدیم آوازه شکست شرمندواری اسد ابن عبدالله تا به خلیفه هشام ابن عبدالملک 724-743 رسیده او را همچون سرلشکری ناعهده برا از والیگی خراسان دور می سازد. سال 727 به خراسان اشرس ابن عبدالله سولمی والی تعیین شده. سال 728 با لشکری بزرگ برای پخش نمودن شورش سغدیان به سوی سمرقند می آید. از کنار رود آمول به سبب مقاومت شدید سغدیان و ترک ها 3 ماه گذشته نتوانسته عاقبت به پیکند می آید. سغدیان آب رود را از سرگاهش می خشکانند و عربهای زیادی از تشنگی به هلاکت می رسند. اشرس بیش از 58 روز در محاصره کمرجا مانده تلفات زیادی داد و پس از رهیدن سال نگذشته به هلاکت رسید. سال 730 خلیفه جنید ابن عبدالرحمن را والی خراسان تعیین می کند. جنید ابن عبدالرحمن که مدتی والی سند مضافات پنجاب بود به قول سال 729 به خلیفه هشام ابن عبدالملک و همسر او یک گردنبند دارای گوهری بزرگ و مروارید نادری تقدیم می نماید و سزاوار گرفتن مسندی والی خراسان می گردد. جنید ابن عبدالرحمن از روی دستور خلیفه بهار سال 730 به خراسان آمده با دسته عبارت از 7000 سپاه یککچین به امداد اشرس می شتابد تا که او را از محاصره نجات دهد. عربها بعد دادن تلفات گران عاقبت غلبه می کنند، ولی آتش مبارزه های استقلال خواهانه در سغد و تخارستان و ختلان خاموش نمی گردد. اسد ابن عبدالله سال 735 دوباره والی خراسان تعیین می شود. او شکستی شرمندواری خود را فراموش نکرده بود و از این خاطر بعد آمادگی و تیاری های زیادی جنگی سال 737 بار دیگر به ختلان لشکر می کشد. موافق روایت طبری، شهبال آن وقت از جهان گذشته در تخت ختلان خادش پسری شهبال نشسته بود که طبیعتاً مردی ترسانچک و کم جرأت بوده. هنگام هجوم عربها قلعه زیگرک را ترک می کند و برای امداد پرسیدن نزد خاقان می رود. عربها قلعه زیگرک را فتح کرده با مال و اموال زیاد از جمله رمه های افسون گوسفندان صاحب می شوند. اسد از رسیدن لشکری خاقان هراسیده غنیمت های جنگیش را به ساحل دریای پنج فرستاده امر می کند که مال و اموال ربوده‌اش را به ساحل دیگر گذرانند. لشکری متحده ختلانیان و ترک ها یک باره به ساحل دریای پنج حمله می آورند و لشکری آشفته عرب ها قسماً غرق و قسماً کشته می شوند. لشکرکشان دلیر، اشتهانی و اشکندی
و عربها ضربه سخت زده سربازانی در ساحل مانده آنها را شکست می‌دهند. روزی دیگر اسد ابن عبدالله مغلوبیت را پذیرفته رو به فرار می آورد و بار دوم شرمنده‌وار شکست خورده به بلخ باز می گردد. باید ذکر کرد که پس از شکست دوم باره اسد ابن عبدالله در ختلان، اتحادی توانای لشکری ضد عربها گرد آمده با آن غیر از خاقان ترک باز دسته های آشوبگران حارث ابن سریج، اینچنین چندین حاکمان و پادشاهان خرد هیتاری و مضافات های دیگر شامل شده بیش از 30,000 سپاه میخون دارند. اما از سبب نبودن سرفرماندهی یگانه و پدید آمدن مخالفت ها در بین پیشوایان اتفاقچیان، این نیروی توانا برای تا آخر سرکوب ساختن عرب ها استفاده نمی گردد. حتی در آن شب و روز اسد ابن عبدالله از هجوم لشکری متحده ختلانیان به هراس افتاده میخواست پایتختش را از بلخ به مرو انتقال دهد. در هر صورت پراکنده شدن اتفاقچیان و رو به چاچ و هفترود آوردن ترک ها اسد را از شکست ناگزیر در بلخ نجات داد. لشکرکشی سیوم باره اسد ابن عبدالله به ختلان سال 738 صورت گرفت. او از پراکنده شوی اتفاقچیان آگاه شده با سپاه امدادی عربها و حاکمان خیانت پیشه محلی آمور را گذشت. شاه ختلان خادش از هجوم عربها هراسیده باز به پیش خاقان ترک شتافت. اما خاقان از قضای تقدیر هنگام بازگشتش به هفترود از جانب کرسول کشته شده بود. خادش تقدیر ملک را به خدا حواله کرده در ملک چین باز ایستاد. هنگام هجوم سیوم اسد دسته جنگاوران ختلان را لشکرکشی دلیر بدر ترخون سروری میکرد. با رفتن خادش ملک بی شاه ماند و بدر ترخون که از دودمان شاهان ختلان و شیران بامیان بود حکمرانی ملک را عملاً به دست گرفت و به مقابل عربها آماده شد. اسد ابن عبدالله از دریای پنج گذشته به سمت کوه نمک خواجه مومن حرکت کرد. در محاربه های نخستین از هجوم سپاه بدر ترخون تلفات داده به سمت کوه نمک عقب نشست. دسته لشکری متحده ختلان که بعضی پیشوایان از سروری ملک شدن بدر ترخون ناراضی بودند جنگ را چندان متشکلانه ادامه نمی دادند. در محاربه شدید خارستان دسته های سواره اسد ابن عبدالله افضلیت پیدا کرده از استحکام مناسب حربی به حمله می گذشت. بدر ترخون تلفات زیاد داده باشد هم جنگ را مردانوار ادامه می بخشید و می خواست راه رفت و آی عربها را به بلخ بسته شکست دهد. اسد ابن عبدالله خطر محاصره را پی برده گفت و شنیدی صلح و مذاکرات را آغاز نمود. اسد تجربه تلخی دو شکستی پیشینه را به اینابت گرفته از روی مسئله گاه به زوری، گاه به زاری، گاه به زر عمل می کرد. او به بدر ترخون سری آشنایی و قرابت نشان داده او را رسما به جای خادش شاه ختلان شناخت و برایش پاداش و تحفه ها و منشوری شاهی فرستاد. سپس بدر ترخون را به مهمانی و یاد کردن قسم صداقت دعوت نموده هنگام ضیافت ناگهان اسیر گرفت
و طلب کرد که سپاهش را ترک نموده از ختلان بیرون رود. به قول طبری، بدری ترخون از اسد ابن عبدالله برای ترک کردن سپاه ختلان 1,000,000 درهم طلب نمود. اسد بهانه پیش آورد که تو از ختلان نیستی، از بامیان آمده ای، بنابراین دعوای زر و ثروت نکرده جانت را بگیر و به مسکن سابقت بازگرد. بدری ترخون از درشتی اسد شوریده می گوید که تو یک عربی آواره با کاروانی اشتران زیادی دارای غنیمت و ثروت باز می گردی. با کدام روی از من طلب می کنی که زن و فرزند و خانه و جایم را ترک کرده با 2 دستی تیهی از وطنم برآمده روم؟ اسد از این گفتاری درشت و تحقیرآمیز بدری ترخون در غضب شده اول گوش و بینی و دستهایش را می برد، سپس او را وحشیانه به قتل می رساند. دوستانی بدری ترخون زن و فرزندان او را پنهان می کنند. اسد بعدی کشتن سرور ختلانیان چندین دیهه ها از جمله رستاقی بزرگ را به غارت برده، یک دسته کلان جنگاورانش را به قلعه های کوهی ختلان برای نیست کردن سربازان باقی مانده و مقربان بدری ترخون می فرستد. آنها یک چند قلعه را خراب کرده دیهه های اطراف را به غارت می برند، اما عزم استقلال خواهی فداییان ختلان را شکسته نمی توانند. همین طریق ختلان زمین هم به عربها تسلیم شده. مقابلیتی بیش از 10 ساله استقلال خواهان و وطن پرستان از سبب نااتفاقی لشکری مشترک، نداشتن هدف یگانه عملیات حربی، خیانت بعضی اشرافان و حاکمانی به خدمت عربها کمر بسته، عاقبت به ناکامی دچار می گردد. ماوراء النهر از عرض و طول فتح گردیده. دین اسلام جای کیش زردشتی را تنگ می نماید و دین اسلام آیین یک کتاز کشور می گردد. نظام اجتماعی و معنوی و اخلاقی اسلام در میان نیاگان تاجیکان نفوذی روزافزون پیدا کرده، دیرتر ارزش‌های اصیل، آرمان‌های سیاسی و اجتماعی و معنوی نیاگان تاجیکان در تیمساری تمدن بزرگ اسلامی تشکل یافته، به پدید آمدن نخستین رکن‌های اداری پیشرفته زمان و بار دیگر احیا شدن دولت و دولتداری ملی ضمن سنت‌های نوی اسلامی مساعدت نمود. تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان، کتابی 4، بابی 1، دین مبین اسلام در عصر 21 و دورنمای سیاست ما در تنظیم رسم و آیین‌ها. یاد دارم که تقریباً پایان تیر ماه سال 1989 بود. هنوز صبح ندمیده سواری ماشین سوی ولایت قرغان تپه می شتافتم و از شبکه رادیو خبرهای تازه را گوش می کردم. بازسازی در اوج بود. آشکار بیانی و آزاداندیشی وسعت می یافت، ولی پایه های اقتصادیات جمهوری و خواجگی های مملکت ناعیان می کاهید. سخن پردازی ها می افزود، تنقید و ایرادگیری ها دامن می افراخت. جامعه آرام و آسوده بر اثر جنبش های آشکار بیانی و از نوسازی نظام پایدارش را می باخت. محفل های جمعیتی و جنبش های سیاسی
تا رفت بیشتر سر و صدا بلند می کردند. اما برای من که سروری خواجگی بودم، در آن شب و روزها دسترس نمودنی سوزشواری، روغنهای مالیدنی، قسمهای احتیاطی و دیگر تجهیزات تکنیکی کشاورزی ضرورت اول به شمار می رفت. مسئولیتی گران اداره خواجگی، بجا آوردن اعتماد و باوری مردم، بخصوص در ایام کشت تیرماهی قلدانه، آمادگی به زمستان گذرانی و برطرف نمودن کمبودی و نارسایی ها مرا وادار می نمود که از صبح صالح تا پاسی شب پیوسته در دب و تاز باشم، همه امکانیت ها را استفاده نمایم تا کار خواجگی معتدل پیش رود و از یگان جهت تنقیسی نکشیم. برایم فرصت مطالعه روزنامه ها و امکان خود آموزی تا رفت کمتر می گشت. حتی بعضی شبها در نشستگاه قفای ماشین یگان ساعت غنب می رفتم و صبح ندمیده باز کار را ادامه می دادم. مرا عادت یار شده بود که در فاصله راهی سفر و از یک قطعه به قطعه دیگری خواجگی رفتن، خبرهای تازه جهان و مملکت را از شبکه‌های رادیویی مرکزی و جمهوریوی حتما گوش می کردم تا از روندی پرتلاطمی بازسازی و آشکار بیانی خفا نمانم. در آن صبح خاطرمان گوشک رادیو را می تافتم که از شبکه خارجی پیام راهبری انقلاب، پیشوای مذهبی و معنوی جمهوری اسلامی ایران امام خمینی با نام آوای توحید به صدر ریاست حزبی اتحاد شوروی میخائیل گورباچوف صدا داد که آن را هیئت مخصوصی رسمی به مسکو آورده بود. در این پیام امام خمینی کوشش‌های نجیب بازنگری، تحول، تصمیمات جدید و جسارت سروری فعلی اتحاد شوروی را قابل ستایش خوانده او را دعوت می کرد که از سیاست خدازدایی و دینزدایی در جامعه شوروی تجدید نظر نماید و از شیوه‌های ناصحیح و عملکرد غلطی پیشوایان سابق حزب کمونیستی خودداری نماید. او پیشوای شوروی را به شناخت حقیقت و جبران اشتباهاتی رفته خوانده می افزاید که مشکلی اصلی شما مبارزه طولانی و بیهوده با خدا، مبدأ هستی و آفرینش است. шунавандагони гиромӣ, шумо гуфтори 92-ро аз китоби президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён» шунидед. ровӣ ализода абдурашиди хоҷамкол, коргардон шералии нағзалӣ. поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. шод бошед.